سلام بچه ها، من امروز اومدم با خیارشور. یه خیارشور خریدم 5 یورو، حدودا 300,000 تومان و اینکه میخوام با هم تستش کنیم. این مسخره بازه این شکلی برش کنیم، چجوری بازش کنیم. بوی تندی میده واقعا. ببخشید. اینه چقدر این اندازه خیارشور است. چجوری چه ایده ویدیویی بود آخه من دادم. چه خاطره عزیزی برات زنده شد که اینجوری ذوق زده و خوشحال شدی؟ ما که فهمیدیم منظورتون از ساخت این ویدیو چی بوده. البته اونایی که باید میفهمیدن فهمیدن، اون مخاطبای خاصت. عزیزم چقدرم ذوق کردی، اصلا کل خاطرات آینده و گذشته و همه چی برات زنده شد. آفرین. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long tonight. حاجی الان اسم این دستگاه چیه؟ کاندوم گوشت؟ گوشت تو کاندوم؟ گوشت تو کاندوم بنداز؟ چی دقیق اسمش؟ همین غذا تقدیم به اونایی که میگن این کنسله اون کنسله. بخورید نوش جونتون بکنید تو. خانم کیانی عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز و گرانقدرم. در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم. فکر میکنم اسم رو به من اشتباه دادن. شما خانم کیانی هستین؟ هیچی، با صدای من دردسرسا شد. الان همراهان جان منم میشنون. من خانومم. بله. سلام همراهان جان، انشالله که حال دلتون خوب باشه، یه هفته خوبی رو سپری کنید. عذرخواهی میکنم خانم کیانی جان، من معذرت میخوام، ببخشید. البته یکم شک کردم ولی خب بازم گفتم یه وقت اشتباه از جانب من نباشه. سلام همراهان جان عزیز ارادت. بابا دمت گرم، هیچ مردی صدای تو رو نداره خدا وکیلی. بابا ناموسم ببین صدا چقدر مشتی بود، خودش هم مشتی بود. مجری کوب کرد صدا اینو شنید. واقعا ناپشمای امری. اولا که خیلی باحال بود، خیلی انرژی مثبت داشت، مخصوصا اون آهنگش که فوق العاده بود. ولی ما همونو انجام میدیم ولی خب استقبال نمیکنن مردم، میدونی؟ از تولیدی ما استقبال نمیکنن حقیقتش. در کل با ویدیو حال کرد. لایک. انار دون شده، آب لیموی تازه، نمک اندازه‌ای دقیق کپشنه. آقا زکریا تو پیجم از این نوشتنی ها واسه آخر هفته زیاد دارم، فالو کن گمم نکنی. داداش میخوام 100 سال سیاه گمت کنم که دیگه نیای تو اکسپلورم. اندازه های دقیق تو کپشن مگه دستپور پخت راتاتویی میخوای بهمون یاد بدی؟ بعد آب آقا زکریا چی بود این وسط؟ اون یارو
چیزا رو چرا شکوندی بابا؟ این چی بود درست کردی؟ 2-3 تا چیز. اینم از کار ما. دمت گرم دایی سعید. این واقعیت ندارد. داداش لیدی تو دستش چجوری اینو کشیدی؟ مثل این اول ابتدایی ها از این الگو 14 استفاده کردی که ما قبلا باش اردک میکشیدیم. 14 کشیدی و این سری تبدیل به عقابش کردی. آخه این چیه؟ چوب خط؟ این چرا انقدر افسرده است؟ این عقابه چرا انقدر افسرده است؟ میدونستی فرق من و سوسک با تو چیه؟ تو وقتی من سوسک رو میبینی فرار میکنی، جیغ میزنی. وقتی من سوسک تو رو میبینم منم از تو فرار میکنم. تو فکر میکنی تو از من میترسی، منم فکر میکنم تو از من میترسی. این کلیپ رو بفرست اونایی که مثل من سوسک تو فکر میکنی من از تو میترسم، منم فکر میکنم تو از من میترسی. این کلیپ رو بفرست هم واسه اونی که فکر میکنه تو از سوسک میترسی. این کلیپ رو بفرست برای کل سوسکا. اونی من سوسک فکر میکنه من از تو میترسم، دیگه نترسه. مسی. میدونی فرق من سوسک با توی الاغ چیه؟ اینه که توی سوسک وقتی خر میاد، گاو میره، هواپیما، قطار میاد، باید مرسی. هنوزم وقتی در ماشین قفله شیشه رو میشکنی یا واردش میشی؟ خب چه کاریه؟ میتونی با سوئیچ قفل رو باز کنی یا راحت سوارش بشی. نه داداش، حقیقتش چون تو کسخولی، اون منطقتون کسخول خیزه، فکر میکنی همه مثل شما شیشه رو میشکنن. نه، ما سالهاست داریم با کلید چیزو قفل باز میکنیم. البته نمیدونم دیگه برایش. نباید اینجا رو بهت لو میدادم، ولی اینجا منو نجات داد از پول پیشای چند صد میلیونی تهران و اجاره های بالاش. بیاین با هم بریم اونجا رو ببینیم. خب همون دم در ورودی یه جا کفشی اختصاصی قفلدار برای خودم داشتم. من اتاق 2 تخته رو انتخاب کردم که امکانات این اتاق کمد قفلدار و یخچال اختصاصی هستش. یه پک بهداشتی هم بعد به ورود به خوابگاه بهم دادن که شامل حوله، جا صابونی، مسواک و دمپایی بود. تمام تجهیزات آشپزخونه هم کامل بود. از لباسشویی رایگان تا گاز و فر و مایکروفر و اتو رو هم خودشون بهم دادن و نیازی نبود من چیزی با خودم بیارم. اگه دوست داری در مورد این خوابگاه خصوصی اطلاعات بیشتری داشته باشی، عدد 20 رو برامون کامنت کن. خیلی جالب بود، واقعا عالی بود، فوق‌العاده، ولی به شرط اینی که اونجا پر نشه از آدم. همونجوری که شما تنها بودی ما هم تنها باشیم اونجا. بعد عرضم به خدمتت این که یکی نیاد بالا سرت بگه اینجا نباید بخوابی، اینجا نباید بشاشی، اینجا نباید بشینی، اینجا نباید بلند شی، نباید تلفن صحبت کنی، باید بری دم در یواش صحبت کن، بلند صحبت کن، اینجوری نخواب، اونجوری بخواب. به این شرط که اونا هم نباشه. خب داری چی به ما میگی دادش؟ ما که زخم خوردی به خوابگاهی.